کجای تاریخ شما سراغ دارید و کدوم ملتی رو میشناسید که مغولی به خراسانش بریزد، شهرهاش رو آتش بزند، مردمش رو قتل عام بکند، سگ و گربه نیشابور رو هم بکشد، زمین رو شخم بزند و آب ببندد و ویران بکند و همین مغول پس از این که به غرب این مملکت میرسد تعظیم کند به شعائر ملی ایرانی، مسجد و مناره بسازد، اسمش هم عوض کند و بذارد سلطان محمد خداونده. فرزند چنین نژادی هرگز تحت تأثیر خارجی، هرگز تحت تأثیر تشویق دیگری و همسایه و ترغیب همسایه و گمراهی همسایه و بیگانه نمی رود. او به خانه خودش می بالد، چرا که در خون ما، در رگ ما، در رگ روح ما عشق به وطن ودیعه خدایی است.